چرا میبینی تو بلوزش زدم پاچی دست دوست دختری بلو فیس دیشب تو مخم شد اصلا نرم تو کونش. سلام بچه ها، به پارت 4 ماینکرافت سروایوال خوش اومدین. پارت پیش ما حالا رفتیم تو کار و دایمند و اینا ماین کردیم برای بریم ندر. اینم کلنگ دایمندیمون. خیلی توی ندر نمیرم، یعنی تا این حد میرم که فقط اون سولسندی که احتیاج داریم رو بردارم و بیام. هیچ شیل رو الان بگیریم دستمون بریم. Let's go. ببینید اول از همه مختصات رو بردارم و بریم بالا. پس خبری هست ببینم نه وقتی بریم در بیایم اینجا. وای کلنگ دایمندی رو بکنم حواسم نبود. در اومدیم الان کورتا دوباره که بیام برای بلیز و چجندرمن. خب بایومش بایوم که ما میخوایم نیست در واقع. وقت زیر پاتون رو مستقیم نکنید. بریم ببینیم راه خروجی داره از این ور. اینجا کجاه؟ او اینجا از این بایوم هم هست که پرو هاگیلین و اینا خیلی هم دور میشم. مثل برگشتیم هم سخت میشه. برگشتیم خونه حداقل یه صحبتی برده باشیم. و وای 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 گلوستان میخوایم بکنیم. این کارا چیه؟ همه رو سوزوند. اینجا یه دونه هاگیلین کوچولو داریم. خیلی دور شدم از باید حواسم توی گس ویدیو اسپان نشه الان پرت کنه پایین هوا زیاد بکنم دیگه. سال برگشت رو پیدا کردم بعد کام قشنگ 40 دقیقه گشتن تو ندر و بعدا جلوتر بهتون نشون میدم چرا حجم گوسفند دارم باید بکنم. اسمش رو میذاریم غلام. خب اینو میذاریم هم که ببین این الان کارم میکنه دیگه. زامبی اوکی بیا آفرین بیا آفرین بیا. نه از اونجا نمیتونی دیگه بیا بیا آفرین برو پایین. آفرین سلام خواستی. اینم از غلام ما. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشی.